بله تو آزادی، مسلمونی، میخوای بری بی دین شی به جهنم، مردشو رو خودتو ببرن و دینداری تو سر به تنت نباشه. اما اگه تو میخوای بیای علنی کنی، جار بزنی، توطئه کنی، دو دور را بندازی توی کوچه خیابون، نه ما همچه اجازه‌ای به تو نمیدیم. تو میخوای بری کافر شی به جهنم، برو کافر شو، تو خونه در غلطی میخوای بکنی بکن. تو و 4 نفر دیگه مثل تو بیان مسلمون بشن، باز فردا از دین برگردن، بعد بیان تو خیابون دار بزنن، بعد نمیدونم فلان کنن، بعد داستان را بندازید و بعد کل دین را و اسلام را و قرآن را و شریعت را بخوان زیر سوال ببرن، نه ما همچی اجازه‌ای به تو نمیدیم. میکشیم، خوبم میکشیم. A few moments later. अपने खामेनेई रहबर को जिनको धोखे से मारा गया, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामेनेई को। खामेनेई मेरा शेर था, शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, क़यामत तक शेर रहेगा। एक खामेनेई मरेगा, 1000 खामेनेई ऊपर। हम माँ ने बेटे जने हैं कुर्बानियां देने के लिए। लानत है अमेरिका और इसराइल पर, लानत बेशुमार। ये यजीदी हैं, ये गद्दार हैं, ये धोखेबाज हैं, इनसे कभी वफा नहीं हो सकती है। इनकी नस्लें गद्दार हैं, धोखेबाज हैं।